اون موقع ها من یه ذره صحبت کنم، ببخشید، میخوابیدم تا 11-12 ظهر چون کاری نداشتم. بچه‌هام هم خب بزرگن، هر کس کار خودشو میکرد. ولی الان یه برنامه گذاشتم، از ساعت 8-8:30 صبح بیدار میشم، بعد رسیدگی میکنم، اول به کارهای پیج و مسترمایند نگاه میکنم، زومای قبلی از سال 2025 دارم، مال شما رو دارم نگاه میکنم، یکی دو تا از زومای خانم نجبه رو نگاه کردم، همینجور اون چیز کورسا رو نگاه میکنم دیگه. یه چند روزی سعی میکنم که میرم بیرون، فیلم میگیرم، از خودم صحبت میکنم، بعد میام خونه نگاه میکنم ببینم چطور اون اعتماد به نفس رو پیدا کنم که بیام جلو دوربین صحبت کنم. دارم تلاشم میکنم که روز به روز بهتر بشم. آفرین واقعا بهتون خیلی افتخار میکنم ندا جان که متوجه شدین. این یعنی چی؟ این یعنی عزیزان نشون میده که ندا جان میخواد اول خودش رو رشد بده، اول نالج خود رو بالا ببره. درسته وقتی که رشد انجام بشه 100% در پشت خود منفعت و درآمدم داره، مثل همین غرفه یا مغازه یا هر چیزی که میخوایم برای خودمون بزنین، شخصی باز کنین، تا وقتی که روی زحمت نکشیم، اون رشد ندین، خب از کجا میخوایم که نتیجه پیدا کنه؟ اینجی ما نه دکان داریم، نه غرفه داریم، اما ویترین میگیم، چی میگیم ما؟ نه ویترین داریم، نه جنس داریم که بخوایم هر روز پاککاری کنیم، تغییر بدیم. مثلا پاییز شده الان بیایم به فصل پاییز دکوریشن بدیم، زمستان شده. این خود ما هستیم اینجا، فقط و فقط خود ما هستیم که باید تا جایی که میتونیم علم خود بالا ببریم، خود رشد بدیم. و اون موقع است که وقتی این کار ما انجام میدیم خلاقیت های ما دیگه بیرون میشه از وجود ما و همراه از اونا دیگه سیستم ما انشالله آماده است برای درآمدزایی. آفرین ندا جان، تشکر کردیم. خواهش می‌کنم. ولی اینا همه نوشتایی که من توی این یه هفته که یکم کم رنگ بودم با نرگس جان، چون فکر کنم مسافرت بود، اینا همه توی این یه هفته نوشتم، از مسترمایندها، از کورس‌های نکته برداری می‌کردم، بعد دوباره نگاه می‌کردم و خیلی کمک کرد بهم، خیلی خوب بود. آفرین. میشه ندا جان یه خورده میخوام برای عزیزان و کسایی که چون خیلی از بچه‌ها در استرالیا در زوم من متاسفانه شرکت نمی‌کنن یا در خود آمریکا الان خیلی عزیزان سر کارن، ولی اینو میدونم که همیشه تکرار